برای استفاده روزانه‌شون کرم پودر نمیزنن. اونا یه کرم با فرمولاسیون مخصوص خودشون دارن به اسم کوشن که ادعا میکنن در عین حال که خیلی سبکه یه همچین کاور خفنی داره. آخه مگه میشه همچین چیزی؟ کوشن برندهای مختلفی داره که من این برند رو به پیشنهاد دوستم خریدم. الانم میخوام روی این جوشای خوشگل و مجلسی که زدم تستشون کنم. البته اینا کمه و بیشتر صورتمو به گن میکشم. حالا اگر تونست بیا اینو کاور کنه. برای مقایسه قبل و بعدش هم چند تا چسب رو صورتم میزنم. حالا ببینیم این کوشن چیه که کره باش گوش دنیا رو کردن. آقا اون سرخیا و کبودیایی که خودم ایجاد کرده بودم و کامل از بین برد. جوشا رو نگاه چه کاوری میکنه، باورتون نمیشه ولی تا 5 برابر از بیبی کرم سبکتره و اصلا حس نمیکنم چیزی رو پوستمه. نمیگم نسبت به کرم پودرای سنگینا، اما نسبت به کرمای روزانه کاورش حرف نداره. میتونی هر روز استفادهش کنی بدون اینکه اذیتت کنه یا باعث بشه جوش